ساقی، آهنگی بر اساس آهنگ ترکی استانبولی که خواننده اون ابراهیم تاتلیس بوده و خواننده ایرانی اون خانم الهه. ترانه‌سرای قطعه هدیه هست. بانو الهه با نام اصلی بهاره غلام حسینی متولد 1313 در یزد هست. او شاگرد عبدالله خان دوامی و غلام حسین بنان بود و در 27 سالگی توسط داوود پیرنیا به رادیو گلها که برنامه اصلی رادیوی ایران بود راه پیدا کرد. اولین بار صدای او در فیلم مردی که رنج میبرد در سال 1336 با عنوان پریچهر پخش شد. او با ترانه رسوایی زمانه با شعر بهادر یگانه و آهنگسازی همایون خرم به برنامه گلهای رادیو رفت و 15 سال در رادیو به اجرای برنامه پرداخت و بیش از 100 برنامه و 700 ترانه ضبط کرد. از ترانه‌های معروفی که اجرا کرده از خون جوانان وطن لاله دمیده عارف قزوینی هست که با تنظیم روح الله خالقی برای ارکستر بزرگ به اجرا در اومده. او گهگاه کار پاپ هم انجام داده اما بیشتر به عنوان خواننده سنتی شناخته میشه. از مشهورترین کارهای او ترانه رفته باز به آهنگسازی همایون خرم هست که ماندگارترین اثر او به شمار میره. او 50 سال فعالیت هنری داشت و در این زمان بیشتر با مرحوم همایون خرم و پرویز یاحقی همکاری داشت. بعد از انقلاب با ممنوع شدن صدای بانوان به لندن نزد فرزندان خودش رفت و بعد از اون به آمریکا مهاجرت کرد و در اونجا کنسرت‌های برگزار کرد و تنها آلبومش به نام ساقی که همین آهنگ هم در اون منتشر شده در اونجا به انتشار رسوند. در سال 1386 به ایران بازگشت و در همون سال به دلیل بیماری سرطان کبد در بیمارستان پارسیان تهران روز چهارشنبه 24 مرداد ماه 86 بدرود حیات گفت. این قطعه که مایه موسیقی ترکی هست میتونیم در مقایسه با مقام‌های ایرانی در دستگاه نوا رو بدونیم. نوایی که در اینجا نوشته شده نوای صلح هست که در شور ر به نوعی واقع شده. مایه نما سی بمول میکرون در نظر گرفته شده. دانگ‌هایی که در این قطعه به کار رفتند دانگ ر میکرون فا سل دانگ شور، سل لا سی بمول دو دانگ نوا یا دانگ دشتی و دو ر می بمول فا باز دانگ دشتی هست. کوک ستار دو سل ر سیم اول با ای بمول یا جی دی اسکوپ شده. ر ر فا فا ر ر فا فا ر ر می فا فا ر می ر سی ر ر فا فا ر ر فا فا ر ر می فا فا ر می ر سی بم 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 سی لا سی دو لا سول ر می فا سی لا سی دو لا سول ر می فا سی لا سول فا سول سول فا لا سول فا سول فا سول سول فا ر می فا سول فا سول سول فا ر می فا لا سول فا می فا می ر سی لا سول سی لا سول سی لا سول فا سول سول فا لا سول فا لا سول فا لا سول فا می فا می ر سی ر سی لا بم سولا بم سول فا بم می فا بم می ر بم 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 سی ر سی بم سی ر سی لا بم سولا بم سول فا بم می فا بم می ر بم بم سی 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 لا سول فا بم فا لا 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 سول لا لا سول فا می سی 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 لا سول فا لا 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 سول لا لا سول فا می سول 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 سی لا فا می ر می فا سول لا سول 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 لا سول لا سی لا سول فا سول فا سول فا سول 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 فا می فا سول فا می فا لا سول 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 لا سول لا سی لا سول فا
سول فا سول سول لا سول فا می فا می فا سول فا می می فا می فا سول فا می ره. برمیگردیم از جایی که A نوشته شده تا B رو تکرار میکنیم. دفعه دوم بم بم سی 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 دو دوست لا 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 سی سی سول سی 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 دو دوست لا 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 سی سی سول 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 سی لا سول ره می فا سول لا سول سول. دوباره از سی تا دی تکرار میکنیم، بعد A تا D رو تکرار میکنیم و بعد ترجیع بند رو دوباره هم خواهیم زد که C تا D هست. در آغاز از نوت ر شروع میکنیم، زیر ضرب داریم سکوت ر ر ر فا فا سکوت ر ر ر فا فا. دفعه سوم میگیم سکوت ر ر ر می فا، اینجا گلیساندو و بعد ریز، تک گلیساندو و بعد ریز فا. می رو بمول میکنیم. البته در نسخه ترکی همه میا بمول هستن. ر می ر سی، می بمول و سی بمول از دنگ دشتی در پایین سول لا سی بمول دو و دو ر می بمول فا استفاده شده. روی ر میشینیم استکاتو میکنیم، خفش میکنیم ر ر ر فا فا مثل قبل دوباره تکرار میشه. دفعه دوم میاد میگه بم 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 که این البته با ساز کوبه‌ای به اجرا در میاره با داربوکا، ولی که ما اینجا با سیم بم ادای داربوکا رو در میاریم. میریم گوشه گردانی نوا سی لا سی دو لا سول راست چپ راست چپ راست راست، جوابش در بم ر فا سول تکرار میشه. بعد از اینکه تکرار شد در بم میگیم سی لا سول فا سول سول فا، سول اشاره به جلو داره فا سول سول فا. سنکوپ ها رو میبینیم مثل همین سول به فا سول فا، فا که میاد بالا ریزمون شروع میشه در ضرب قوی بعدی. چون ادامه این فا هست دیگه ما اون ضرب قوی رو انگار نمیشنویم و حالت سنکوپ داریم. لا سول فا سول فا سول لا سول فا جواب بالایی است. سول فا سول لا سول فا راست چپ راست چپ راست راست ر می فا تکرار میشه دوباره. بعد میگیم لا سول فا دوم میاد رو می می فا می ره. جمله جدید از سی شروع میشه، میگیم سی لا سول تکرار میشه. بعد میگیم سی لا سول سکوت فا سول سول فا. در اینجا هم زده ضرب داریم هم سنکوپ داریم. سی لا سول سکوت فا سول سول فا، سول اشاره داره به سول فا. لا سول فا جواب جمله قبل هست تکرار میشه. بعد از لا میگیم لا سول فا سکوت می فا میره، فرود میاد به شور از نوا. همین جمله در اصل به نوعی بحث پیدا میکنه. سکوت سی ر سی اوج انگار میره. سکوت سی ر سی لا سکوت سولا سکوت سول فا سکوت می فا سکوت میره. جای این سکوت ها میتونیم بم بزنیم که همه با چپ تموم میشن. بعد باز با ساز کوبه‌ای رو داریم ولی ما با بم این رو زدیم. ر بم 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 تکرار میشه. دفعه بعد میگه بم 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 بم. باز اینجا سنکوپ رو میبینیم بم 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 بم. میریم گوشه حزین بم بم سی 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 سی. اینجا حرکت به جلو از شعر شروع میشه. لاس اشاره به سول سول فا فا می فام. بعدی یه پله عقب‌تر از لا 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 سول لاس لاس سول فا می. اینا با ریز بحث میشن. دوباره از سی با کمی تفاوت سی 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 لا سول فا. دوباره جوابش از لا 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 سول لاس لاس سول فا می. از سول 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 سی لاس فا ویبره و بعد اشاره به میکرون ر می یک میاد رو فا یه ویبره کوچیک داریم سول لا سول سول. حالا ترجیع بندمون شروع میشه که اسمش گذاشتیم سی دی. سکوت سول لا سول لا سی لا سول فا سول فا. اینو با ریز به هم وصل میشن. سکوت فا سول فا سول. اینجا از سول به لا گلیساندو داریم سول ریز سول فا که میبینیم سنکوپ هم داره.
می فا می فا سل فا می، می فا می فا، یک میاد رو فا، لا سل سل. دفعه بعدی تکرار میکنه، میاد میگه سل فا میره. دفعه اول رو نوا نشست، دفعه دوم روی شور. A تا B تکرار خواهد شد. بعد میایم هزین رو به یک شکل دیگه کمی تفاوت میدیم، تکرار میکنیم. بم بم سی 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 درست لا سکوت لا 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 سی سی سول سی 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 درست لا سکوت لا 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 سی سی سول 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 سی لا سول سکوت ری می فا سول لا سول سول. دوباره از سی تا دی تکرار میشه، بعد A تا دی تکرار میشه و بعد نهایتا سی تا دی رو به اجرا در میاره. قطعه رو با سرعت 135 اجرا میکنیم. 1 2 3 4. بده می دریا دریا، اونقدر امشب مستم کن که بشم دور از دنیا. بده جامی ای ساقی که بسازم با دردا. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم با دیوونه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم با دیوونه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. هنوز دیوونتم من، اسیر دل تو دستاش. عزیزم اونه اما غریبم من تو دنیا. آخه دیگه یادش نیست که میگفت دل دارم باش. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوونه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوونه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوونه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه.
به من امشب ای ساقی بده می دریا دریا، اونقدر امشب مستم کن که بشم دور از دنیا. بده جامی ای ساقی که بسازم با دردا. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوانه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوانه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوانه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوانه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی پنهونه. ساقی ساقی ای ساقی باز مستم و دیوانه،